مکتب ورزش بیش از 7 میلیون افغانی در ولسوالی جغتو قریه شاکی ولایت غزنی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. مکتب لیسه شاکی دارای 12 اتاق درسی و اداری بوده که با هزینه شخصی مردم محل و با همکاری ریاست معارف ولایت غزنی ساخته شده و قرار است بیش از 400 دانش آموز را تحت پوشش درسی قرار دهد. شاگردان در فضای باز در گاه در خیمه بود، گاه هم در فضای باز در آفتاب سوزان و یا هم در فصل سرمای خزان مشقت‌های بسیار زیاد و یا در ایامی که باران بود واقعا در زیر باران که در یک فضای نامناسب ما شاگردان را تدریس می‌کردیم. هزینه‌ای که برای از مصرف شده در حدود 7 میلیون و 500 هزار افغانیه. 7 میلیون 500 هزار افغانی که کلاً از بودجه مردمی و کمک‌های خیرین مردمی منطقه و بیرون از منطقه و دوستانی که بیشتر در خارج از کشور بودن اونها کمک کردن و در اینجا 8 تا صنف داره و 4 تا اتاق اداری و در کل و یک ساختمان هم تشناب که با 6 اتاق. از سوی امیر نصیر احمد حسینی رئیس معارف ولایت غزنی از همکاری‌های مردم در بخش معارف ابراز قدردانی کرده و میگوید که در سال گذشته بیش از 25 مکتب اعمار و بازسازی شده است. د معارف په ساحه کې لله الحمد موږ تیر کال کې لاسته راوړنې لرلې، البته کارونه سوي دي، هم د اعمار په شکل باندې اساسي 25 پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل سوي دي او همداراز یو تعداد د خیرینو او د عام مسلمانانو تجارانو له طرفه هم اعمار سوي دي او د معارف ته بودیجه چې هم تقریبا د څه باندې اویا لک افغانیو په ارزش باندې یو تعداد مکاتب ترمیم سوي ول. در همین حال دانش آموزان از افتتاح تعمیر جدید مکتب خرسند بوده و میگویند که تعمیر جدید میتواند در پیشبرد بهتر درس‌هایشان مفید واقع شود. خوشحال از این بابتی که از مکتب کهنه در مکتب نو انتقال کرده و از سختی و مشقتی از اون مکتب خلاص شده و در زیر یک سقف اعمار پوشیده هم ده. این مکتب در همون سال که صنف دو بودیم تهداب گذاری شد، امسال هم با کمک خیرین ساخته شد. آل بسیار راحتیم، خوب میز چوکیه، خوب تختای. در تعمیر خاکی ما حتی تخته نداشتیم، مارکر و رنگ خود شاگردان میخرید. او تختا که مومن تخریب میشد، خراب میشد، از بین میرفت. میته هر ماه و هر سال شاگردا در جنجال بود. به گفته مسئولان در ولایت غزنی کار 7 پروژه مکتب در جریان بوده و قرار است در آینده های نزدیک افتتاح و به بهره برداری سپرده شود و همچنان از آغاز کار 14 پروژه بازسازی دیگر که کارهای اداری آنها به اتمام رسیده خبر میدهند.